متاسفانه در افغانستان اگر دانشمند ماست، ژورنالیست ماست، همگیشان فروخته شدگی هستند و فکر میکنیم ما مردم عام که تمام مشکلات ها در افغانستان است و اگر ما ژورنالیست و دانشمند ما فروخته نشده باشند و اونا به حقیقت های دنیا را بر ما نشان بدن، ما هیچ وقت فکر نمیکنیم. چرا که در بسیاری از مملکت ها این طفلا را شما میبینید، اینا کلشان human trafficking میشه. اینا به خاطر استفاده جنسی خرید و فروش میشن و امی کارگرایی که برای کمک از اینا آمده، اینمی مردم از اینا استفاده میکنن و اینا را میفروشند و از پیششان استفاده جنسی میکنند و باز میرن در مملکت های غریب وجه دوتلا برای کسایی که از طرف های مملکت های پیسدار میایند وجه برای اینا پول میده، از اونا استفاده میکنن. این کلش یک روز شما در تلویزیون های افغانستان گپا رو نمیشنوین یا امی خود یونایتد نیشن که از امی خبرها رو نشر نمیکنه. اما رستابیگر پشت افغانستان گرفتند و افغانستان میگن که فقرترین مردمش در فقر است، مردمش در گشنگی است، مردمش از بین میره، مردمش اینطور گپایی را میشنوی که ایران میمانه آدم. اما مشکلات های واقعی که در دنیا از در قصه از او کسی نیستند. این طفلا که به بسیار مشکلات گرفتار است، هیچ کس در قصه شون نیست. فقط منفعت سیاسیشون از در افغانستان، زن با نمیگیرند، طفل با نمیگیرند و وقتی که در افغانستان واقعا زنها و طفلها به مشکلات گرفتار بود در جنگ‌های داخلی، ما شما دیدیم که هیچ کس در قصهش نبود. زنها خود میکشتند از خاطر که سرشون تجاوز جنسی میشد و مکتب وجود نداشت. رستابیگر جوی خون روان بود. او وقت نه یونایتد نیشن بود نه کدام کسی، چرا که منفعتشان دانمو بود که اینمو تو جوی خون روان باشه. حالا که آرامی آمده در افغانستان به یک طرف روان است که میتونه در آینده از خود یک اقتصاد داشته باشه. تمام دنیا به خاطر زن و طفل افغان صدای خود بلند کردند. اما اینا هم انسان هستند. این طفلا رو که ما برای شما در فیلم نشان میدم، اینا چرا کسی در قصهش نیست.